عزت و میروک، داستانی عاشقانه و معروف در بلوچستان. داستان ملا عزت و میروک یک داستان غنایی بی‌نظیر است که در بلوچستان اتفاق افتاده و همکنون آوای دلتنگی عاشقان و لیکوی مادران این سرزمین است. تاریخ دلدادگی عزت و میروک به درستی معلوم نیست، اما بنابر روایت ها ملا عزت و ملا فاضل هر دو از شاعران یک دوره و همزمان بودند. تاریخ وفات ملا فاضل در سنگ قبرش 1232 شمسی و یا 1854 میلادی ذکر گردیده است. عزت در یک بیت بسیار زیبا و واضح خودش را معرفی کرده است. اسمی که عین زیند تی یا هوارکند ابن دولام هند ابن دولام هند پنجگور مکامکند. در اینجا معلوم می شود که اسم پدر عزت لالا و اهل پنجگور بوده است. میگویند به پیشه زرگری اشتغال داشته است. نام کامل میروک میرم خاتون بوده، ولی او را به لحاظ دوستی مهروک یا میروک مسمی دادند. اسم پدرش صالح محمد بوده که بعضاً وی را سال محمد یا سالوک می گفتند و اهل و ساکن پیردان روستایی در سرباز بودند. خاندان میروک را رئیس و خاندان عزت را مگسی گفتند. میروک از کوچکی با پسرعمویش نامزد بوده است. خداوند به او چنان زیبایی داده که شهره خاص و عام بوده و اگر بگوییم که میروک در زمان خودش سرتاج زیبا رویان و یا ملکه حسن بوده گزاف نیست. به سبب همین زیباییش از سردار و مهتر گرفته تا کهتر و از عالم گرفته تا عامی همه شیدای حسن میروک پیردانی بودند. که عزت در جای نغمه سر می دهد: مادر لادنجنک همی یکند درج که ساهگی سارت هونکند آشکانی حج مبارکند. میگویند زمانی که تعریف زیبایی میروک سر زبانه ها بوده، قبل از همه ملا فاضل فرزند چاوش رند به دیدن او می رود به هدف این که بتوانم از میروک خواستگاری کنم. ملا فاضل به سبب شاعر بودنش آدمی صاحب نام بوده که همه او را می شناختند. وقتی که ملا فاضل در معیت یک همراه به پیردان می رود و پیش پدر میروک مهمان می گردد، در آن لحظات سال محمد در خانه حاضر نبوده است. آن زمان رسم بر این بوده که پس از آب و غذا به مهمان قلیان همان چلیم می دادند که از خانه صدا می آید بیایید چلیم را ببرید. همراه فاضل بلند می شود که فاضل او را نمی گذارد و می گوید خودم دنبال آوردن چلیم می روم. وقتی که دنبال چلیم می رود خود میروک چلیم را به فاضل می دهد و سوال می کند که شما چه کاره فاضل هستید؟ که در جواب می گوید من غلام فاضل هستم و خواجه یعنی واجه در خانه نشستند. پس از آمدن سال محمد ملا فاضل از او میروک را خواستگاری می کند. سال محمد از خانواده و نزدیکان نظر می خواهد که این مرد برای دامادی آمده است. یکی از زنها خودش را به میروک نزدیک می کند و می گوید فاضل همین بود که دنبال قلیان آمده بود. میروک در دم نظر منفی می دهد و رضایتش را انکار می کند. انکار میروک از آن جهت بود که فاضل صورت و هیکل زیبایی نداشته است. میگویند پس از فاضل ملا بوهر هم به خواستگاری میروک می رود و نیز به هدف نمی رسد. وقتی که فاضل در معیت همراهش از پیردان برمی گردد در راه این مصرع ها را می سراید: بلکه پوت کوکوان زهیر نالین کاسمی چات مرغ اول سالین کرامگانی شاهی شکرگالین مازنلتی سبز و چم دوین لالین من نصیحت تان زیر نصر حالین که پوت من کاسد به وکاب بالین. همینطور پس از فاضل و بوهر سردار حسین خان ابن محمد علی خان حاکم قلعه سرباز به آنجا می رود. پس از مجلس و مصاحبت به سال محمد اظهار می کند که برای دامادی آمده است. از آنجایی که او سرداری بوده است سال محمد او را زیاد احترام می کند و جواب مثبت می دهد. اما قبل از اینکه خبر قطعی شود و نشانه و نامزدی رد و بدل گردد، میروک با لباس زیبا و یک جفت خلخال یا همان پازیب از آن طرف رد می شود که از مجلس یکی به سردار اشاره می کند که نامزد شما همان است. سردار با دیدن میروک می گوید
من داماد نمی شوم. از این گفته سردار همه مردم شوکه و مات می شوند. پس از لحظه یکی از سردار می پرسد چرا داماد نمی شوید؟ او در جواب می گوید خیر است، ولی من داماد نمی شوم. وقتی مردم پیله می کنند که ما باید بدانیم و عیب و علت را از سردار می خواهند، سردار در جواب می گوید اون هیچ عیبی ندارد و هرچه از وصفش بگویی همان طور است. اون تنها یک عیب دارد و آن عیب این است که میروک عمر ندارد. عیبش مرگ است. من می دانم که او زنده نمی ماند. چنانچه من با او ازدواج کنم پس از مرگ او من هم زنده نمی مانم. اگر هم زنده بمانم دیوانه و مجنون می شوم که این برای من سرانجام خوبی نخواهد بود. سپس دنیا مرا به ریشخند می گیرند که سردار حسین خان از سوز مرگ زنش دیوانه است. این برای من درست نیست. در بلوچی ضرب المثلی داریم. زنین چوک گور دوکانین. مانند دوکان بقالی است که مشتری یا همان خواستگار پی در پی برایش می آید. حالا نوبت به ملا عزت می رسد که از زبان ملا فاضل توصیف زیبایی میروک را می شنود و قبل از دیدن میروک عاشق او می شود و مصمم برای دیدن میروک تلاش می کند. یکی از روزها عزت برای دیدار میروک و آزمودن بخت خود روانه پیردان می شود. او به پیردان می رود و یکی دو بار دیدار میروک نصیبش می گردد و در می یابد که حسن و زیبایی میروک از آنچه ملا فاضل و دیگران گفتند دو چندان است. عزت بیش از پیش شیفته زیبایی او می شود و صبر و قرار از دست می دهد. او پیش پدر میروک قاصدی برای دامادی می فرستد. اما سال محمد در جواب می گوید میروک برای پسرمویش نامزد شده است. ولی این جواب به سر عزت فرو نمی رود. او مسلسل وار و پی در پی قاصد روانه می کند و دست از این کار بر نمی دارد تا اینکه سال محمد و مردمانش به یقین می رسند هیچ جوابی به خورد عزت نمی رود. پس مشورت بر این می شود که از او آنقدر مال و مهریه طلب کنند که به راحتی راه آمده را برگردد. آنها از طریق همان قاصد خود عزت را طلب می کنند و در مجلس مال و منال و هستی بسیار زیادی درخواست می کنند به خیال اینکه عزت نتواند بپردازد. اما عزت به خاطر عشق میروک همه درخواسته ها را بردیده قبول می کند و مقداری لباس و طلا هم به عنوان نشانگی دامادی به آنها پرداخت می کند. عزت برای تهیه تمامی خواسته ها و مخارج عروسی از آنها مهلت می گیرد و برای آماده کردن به سفر گوادر می رود. یکی از روزها میروک به همراهی چند دختر دوست و همسالش جهت شستن سر و لباس به کور سرباز می روند. پس از لحظاتی کاروانی از پایین دست ظاهر می گردد. در این مدت میروک و دیگر دختران در آب مشغول شستشو بودند. دوستان میروک به زودی می پرند، لباسی می پوشند و جای جای خود را قائم می کنند. میروک که می بیند کاروان نزدیک است و فرصت ندارد در آب می ماند و با تکان دادن سر زیر انبوه موهای سیاه و بلندش کاملا پوشیده می شود. اهل کاروان از دور می پندارند که در آب پری نشسته است و از نزدیکتر که رد می شوند جز تپه موی سیاه چیز دیگر نمی بینند. آنها کمی می ترسند و رد می شوند و به بازار پیردان می روند و با مردم آنجا این منظره را بیان می کنند. مردم می گویند چیزی نبوده، این همان ملکه حسن پیردان است که شما پری پنداشته اید. صبح روز بعد سرقافله کاروان به دیدار میروک می رود و مدتی چشم از صورت زیبای میروک بر نمی دارد و سپس لب به تعریفش می گشاید. این دیدار برای میروک شگون و نیکفالی به همراه نداشت. می گویند تیر نظر آن مرد شورچشم قلب ملکه حسن پیردان را شکافت. پس از بلند شدن و رفتن آن مرد میروک مریض شد و بعد از 3 روز بیماری دنیا را وداع کرد. میروک از دنیا رفت و برای بازماندگان آه و افسوس بر جای گذاشت. از آن طرف عزت با چندین بار شتر اسباب عروسی از راه رودخانه سرباز
زمانی به پیردان میرسد که مردم در حال جمع کردن بیل و کلنگ ها و برگشت از مراسم تدفین میروک به خانه بودند. عزت این خبر را باور نمی کند تا وقتی که به باور می رسد و می گوید ارمان پدرن میرم هاتونا گو نکبتان که بانا یاسینا به هزار نازش حکلینگینا. عزت از آن پس تمام عمر در شیدای مهر میروک به سر می برد. زمزمه هایش در قالب 7 قطعه به تعداد 300 بیت شعر است که تماما در وصف و درد فراق میروک سروده شده است. آرامگاه میروک در پیردان و اما از آرامگاه عزت دنیا بی خبر است. از همراهیتان متشکرم. عبدالحکیم لاشاری.